سلام عرض میکنم. امیدوارم خوب و سلامت باشید. توی این آموزش که اولین جلسه آموزشیمون هم هستش، در ارتباط با آنالیز داده های بیانی خدمتتون آموزش میدم. داده های بیانی همونطور که از اسمش هم پیداست و حالا توی دروس کارشناسی یا مقاطع دیگه حالا احتمالاً اسمش رو شنیده باشید، بیان ژن رو در واقع باش اندازه گیری میکنیم. حالا ساده ترین تکنیکی که احتمالاً باش آشنا هستی تکنیک ریل تایم پی سی آر هست که حالا با استفاده از اون میتونیم بیان یه دونه ژن یا یه سری ژن حالا محدود رو با استفاده از اون بررسی بکنیم. حالا بین دوتا گروهی که داریم، حالا گروه سرطانی و سالممون. ولی خب محدودیت این تکنیک این هست که نمیتونیم به صورت همزمان بیان چند صد یا هزاران یا حالا ده ها هزار ژن رو به صورت همزمان در واقع و یک جا بررسی بکنیم. قابلیت ستاب کردن نداره ریل تایم پی سی آر و نهایتا حالا بتونیم ده ها یا صد ها ژن رو با استفاده از این تکنیک به صورت یک جا بررسی بکنیم که اون هم کیت های خیلی زیادی میبره، زمان خیلی زیادی میبره و عملا کارایی بالایی نداره. ولی خب تکنیک های دیگه ای که هستن مثل تکنیک میکرو اره یا حالا تکنیک های جدیدتر مثل RNA-seq که مبتنی هست بر NGS، این تکنیک ها با استفاده از اون میتونیم بیان هزاران یا حتی ده ها هزار ژن رو به صورت همزمان بررسی بکنیم و خب در مقیاس لارج اسکیل و وسیع این تکنیک های بهینه هستند، هم تکنیک میکرو اره و حالا تکنیک جدیدتر که تکنیک RNA-seq هستش. حالا ما اگر بخوایم به عنوان یک محقق از داده های پابلیک و داده هایی که به صورت رایگان در دسترس هست استفاده بکنیم، یک سری دیتابیس یا یک سری پایگاه داده وجود داره که ما میتونیم دسترسی پیدا بکنیم به اون داده های بیانی. چند تا پایگاه داده وجود داره که معروف ترینش دیتابیس GEO هستش یا دیتابیس جین اکسپرشن اومنیبوس در واقع. این دیتابیس GEO یک دیتابیس هست که در واقع زیر مجموعه وبسایت NCBI هست که حتما باش آشنایی دارید. این دیتابیس در واقع جامع ترین دیتابیسی هست که تقریبا میشه گفت تو همه فیلدهای بیولوژی میتونید در اون داده های مختلف رو پیدا بکنید. همونطور که اینجا هم میبینید نوشته انواع مختلف داده های های تروپوت جین اکسپرشن دیتا که همون داده های RNA-seq هست و دیتا های هیبریدیزیشن اره چیپ اند میکرو اره و دیتا های میکرو اره رو در واقع در درون اون محققین مختلف قرار دادن و شما میتونید به راحتی از این دیتا استفاده بکنید و تحقیق یا حالا اون در واقع هدف و سوالی که در ذهنتون هست رو با استفاده از این دیتا ها مجدد ری‌آنالایز بکنید، آنالیز مجدد کنید این دیتا ها رو. اگر در گوگل GEO رو سرچ بکنید، اولین وبسایتی که میاد همین دیتابیس هست. وقتی روش کلیک بکنید مستقیما وارد در واقع دیتابیس میشید. یک نکته‌ای که بایستی در اول کار خدمتتون عرض بکنم، این دیتابیس داده‌های بیانی مربوط به همه فیلدهای زیست شناسی رو داره. مثلا شما اگر حالا تو زمینه ژنتیک انسانی و سلولی و کارهای انسانی کلاً کار میکنید، انواع مختلف داده‌های مربوط به سرطان و بیماری‌های مختلف رو داره، حالا از سرطان معده، روده و تمام سرطان‌هایی که حالا شناخته شده هستن و تمام حالا بیماری‌های انسانی که روشون کار شده، حالا از دیابت، بیماری متابولیک و سایر بیماری‌هایی که حالا معمولا روشون کار میشه. پس یک فیلد داده‌هایی که در این دیتابیس هست داده‌های انسانی هستش. دومین فیلد داده‌های مربوط به داده‌های جانوری هست. مثلا دوستانی که تو زمینه زیست جانوری کار میکنن، بالفرض روی موش، روی رد، روی بالفرض گونه های انیمال مدل دیگه‌ای که حالا کار میشه تو این زمینه، داده های جانوری هم تو این دیتابیس در واقع وجود داره.
سومین فیلد هم فیلد در واقع کشاورزی و گیاهی هست. مثلا دوستانی که تو این زمینه ها کار میکنن روی ارقام مختلف، حالا من چون رشتم کشاورزی نیست اطلاعاتم کمتره، ولی بالفرض داده های مربوط به گندم، سویا، مربوط به حالا گیاه مدل آرابیدوپسیس توی حالا موقعیت های مختلف، حالا بالفرض تو تنش های شوری، تنش خشکی یا هر تنشی که اومدن این گیاهان رو بررسی کردن، داده های بیانی مرتبط با این گیاهان هم در واقع هستش. ولی حالا من مثالی که اینجا میزنم یه مثال مربوط به سرطان اینجا بهتون میزنم که ببینید چطور میتونید داده هاتون رو سرچ بکنید و به داده مناسب در واقع دسترسی پیدا بکنید. توی این سرچ باکسی که اینجا میبینید که نوشته keywords or geoexcision، اینجا باید اون کلید واژه مربوط به اون بیماری یا فنوتیپی که میخواید سرچ بکنید رو تو این قسمت تایپ بکنید. مثلا من میخوام در ارتباط با سرطان معده میخوام داده های مناسب رو سرچ بکنم. خب هر کسی که حالا یه مقدار با زیست شناسی آشنا هست میدونه که کلید واژه مربوط به گاستریک کنسر، در واقع سرطان معده، گاستریک کنسر هستش. من تو اینجا می نویسم گاستریک کنسر و همونطور که در واقع میدونید بایستی مناسب ترین کلید واژه‌ای که در واقع مربوط به اون بیماری یا فنوتیپتون هست رو تو این سرچ باکس که اینجا هست وارد بکنید. مثلا اگر در رابطه با سرطان روده بخواید سرچ بکنید باید بنویسید کولورکتال کنسر، یا مثلا اگر در رابطه با دیابت بخواید سرچ بکنید باید بنویسید دیابتیس. یعنی بایستی بهترین و مناسب ترین و نزدیک ترین کلید واژه‌ای که میدونید رو بنویسید توی این قسمت و بعدش گزینه سرچ رو بزنید. فقط یه نکته‌ای که هست، سعی بکنید اون کلید واژه مد نظرتون بین دوتا دابل کوت باشه، همونطور که در داخل تصویر رو هم میبینید. این یک حالا نکته در واقع یک تریک میانبر هست که حالا من توی سرچ های مختلف این نکته رسیدم. اگر اون کلید واژه‌تون رو بین این دوتا دابل کوت بذارید در واقع اون exact phrase و اون کلید واژه دقیق رو براتون سرچ میکنه، و اگر نذارید مثلا گاستریک رو به عنوان یک کلید واژه مستقل در نظر میگیره و کنسر رو به عنوان یک کلید واژه مستقل دیگه. بنابراین شما اگر یک کلید واژه در واقع یکسان رو دارید بایستی بهتر است که بین دوتا در واقع دابل کوت باشه، که اینجا من کلید واژه‌ام رو بین دوتا دابل کوت گذاشتم، مثلا گاستریک کنسر هست. حالا هر بیماری دیگه خواستید میتونید اینجا کلید واژه مد نظرتون رو قرار بدید. بعد گزینه سرچ رو میزنید و اینجا دوتا گزینه میبینید نوشته که نتایج جستجو در GEO دیتا ست و نتایج جستجو در GEO پروفایل. برای اینکه به اون داده های در واقع مد نظرتون دسترسی پیدا بکنید باید قسمت اول رو روش کلیک بکنید که نوشته GEO دیتا ست و بعد در واقع وارد داده هایی میشید که مرتبط هست با اون کلید واژه مد نظر شما. الان خب ما وارد اون صفحه دیتا هامون شدیم. حالا بایستی یک فیلتر اولیه رو داده هامون انجام بدیم که به یک سری حالا داده های مناسب تر و داده های مرتبط تر برسیم. اولین فیلتری که اینجا بایستی انجام بدیم این هست که ما هدف مطالعه‌مون چه ارگانیسمی هستش. همونطور که میبینید 15,000 تا داده تقریبا، حالا 15,347 تا هستش، 15,000 تا داده مرتبط با گاستریک کنسر توی دیتابیس GEO وجود داره. توی قسمت سمت راست که اینجا نوشته تاپ ارگانیسم مشخص کرده که این داده ها چه تعدادشون مرتبط هست به گونه های جانوری مختلف. مثلا از این 15,000 تا داده، 15,300 تا داده، 15,000 تا مربوط به انسان هست. قسمت عمدهش مرتبط هست با داده های انسانی، هوموساپینس، یعنی در واقع همون انسان در واقع. دومیش موسموسکولوس هست که مربوط هست به موش. مثلا
سومیش مرتبط هست با هلیکوباکتر پیلوری که در واقع اون عامل باکتریایی در واقع زخم معده هستش. و همچنین گونه های دیگه که اینجا اگر مر رو بزنید همه اون گونه ها میاد. حالا اینجا من هدف مطالعم انسان بوده دیگه، میخواستم بیان ژن رو در ارتباط با سرطان معده توی انسان بررسی کنم. هم گزینه اول رو میزنم که هوموساپینس هست و فقط در واقع داده های انسانی باقی میمونن که حالا اینجا از 15300 تا شد 15000 تا. ولی شما اگر به اصطلاح گونه جانوری دیگه ای رو میخواستید بررسی بکنید، به راحتی میتونید این فیلتر رو در این قسمت انجام بدید. حالا در قسمت بعد که ما در واقع میخوایم فیلتر دوم رو انجام بدیم، حالا تو این قسمت که سمت چپ هست میخوایم اون داده‌ای که در واقع تکنیک مد نظری که اومدن باش بیان ژن رو اندازه گیری کردن رو در واقع بیایم انتخاب بکنیم. همونطور که در ابتدای صحبت هم عرض کردم، ما تکنیک های مختلفی داریم برای اندازه گیری بیان ژن. مثلا از این 15000 تا داده همشون که RNA-seq نیستن یا همشون مثلا میکرو اری نیستن، انواع مختلف تکنیک ها رو داریم ما، ولی مهمترین تکنیک هاشون هم تکنیک RNA-seq هست و تکنیک میکرو اری. حالا برای اینکه ما اون تکنیک مد نظرمون رو انتخاب بکنیم، تو قسمت استادی تایپ قسمت کاستومایز رو میزنیم. تو این قسمت باید دو تا تیک رو فعال بکنیم. یکی تکنیک اکسپرشن پروفایلینگ بای اری که در واقع وقتی این تیکش فعال باشه یعنی داده های میکرو اری فقط انتخاب میشن. دومین تیک هم تکنیک اکسپرشن پروفایلینگ بای های تروپوت سیکونسینگ. این تیک رو هم وقتی فعال بکنیم یعنی داده های در واقع RNA-seq فعال میشن تو این داده ها. این دوتا تکنیک در واقع تکنیک های اصلی هستن. همونطور که میبینید ما کلی تکنیک دیگه هم داریم، مثلا Expression Profiling by MPSS، RT-PCR که همون ریل تایم PCR هستش، تکنیک سیج. این تکنیک ها هم در واقع تکنیک هایی هستن که در گذشته حالا به عنوان برای بررسی بیان ژن استفاده می شدن، ولی خب این تکنیک ها کلن کمتر رایج هستن و اگر حتی روشون هم کلیک بکنید از این 15000 تا داده ممکنه تکنیک در واقع داده خیلی محدودی مرتبط باشن با این تکنیک ها. ولی این دوتا تکنیک در واقع Expression Profiling by Array هست که مرتبط هست با میکرو اری و دومی High Throughput Sequencing که در واقع مرتبط هست با RNA-seq، در واقع اصلی ترین تکنیک هایی هستن که ما با استفاده از اونها بیان ژن رو اندازه گیری میکنیم. وقتی تیک فعالسازی رو زدیم و بعد گزینه شو رو بزنید، اینجا ظاهر میشه، در واقع اینجا ظاهر میشه و وقتی روشون کلیک بکنید یک تیک کنارش در واقع فعال میشه و مشخص میکنه که مثلا از این 15000 تا داده فقط ما داده های میکرو اری رو اینجا بررسی میکنیم، یا وقتی رو این کلیک بکنیم یعنی فقط داده های RNA-seq که مرتبط با گاستریک کنسر بهمون نمایش داده میشه. من حالا مثلا رو گزینه دومی که های تروپوت سیکونسینگ هست و داده همون در واقع داده های RNA-seq هستش کلیک میکنم و همونطور که میبینید یک تیک کنارش فعال میشه و فقط داده های RNA-seq در واقع نمایش داده میشه. یعنی از اون 15000 تا داده تقریبا 392 تا یا حالا تقریبا میشه گفت 400 تا داده مرتبط هست با داده های RNA-seq. یا مثلا اگر یه بار دیگه روش کلیک بکنید و اون تیک برداشته بشه دوباره برمیگرده به کل داده ها. ببینید اینجا همون 15000 تا شد. و اگر گزینه اول که پروفایلینگ با اری هست رو در واقع کلیک بکنید، اینجا نمایش داده میشه که 310 تا داده چی هست؟ مرتبط هست با داده های میکرو اری مربوط به گاستریک کنسر یا سرطان معده. من دوباره این تیکش رو برمیدارم و برمیگردم به هم 15000 تا داده
و حالا میرم وارد داده های RNA-seq میشم و یکیشون رو حالا باز میکنم که ببینیم داخل این داده ها چی هستش. در واقع ببینید حدوداً 400 تا داده مرتبط با سرطان معده توی دیتابیس GO در واقع وجود داره که حالا اینا داده های انسانی هستن، هوموساپینس هستن. هر کدوم از این داده ها حالا اومدن سرطان معده رو توی یک شرایط خاص، حالا توی یک موقعیت خاص و با یک هدف خاص اومدن بررسی کردن. همونطور که میبینید همه در واقع این داده ها به اصطلاح اینجا با شماره قرار داده شده و روی هر کدوم از اینا که کلیک بکنید وارد اون داده میشید. من حالا اون داده اول رو برای مثال روش کلیک میکنم و وارد داده اول میشم که ببینیم داخل این داده در واقع چی هستش، یعنی در واقع چه اطلاعاتی در درون این داده وجود داره. اولین نکته‌ای که بایستی بدونید این هست که همه داده ها یک کد دسترسی دارن که با GSE شروع میشن. GSE که بعدش یک سری حالا اعداد به دنبال اون GSE قرار داره. این نکته اولی هست که باید بدونید. این کد دسترسی داده ها هستش، هم داده های میکرواری و هم داده های RNA-seq یک کد دسترسی دارن که با GSE شروع میشه و شما برای اینکه بدونید که اون داده چه کدی داره و حالا در واقع اون داده چی هستش، همیشه باید کد دسترسی اون داده رو همیشه بایستی یادداشت بکنید. مثلا اگر شما توی مقالتون میخواید یک داده رو آنالیز بکنید، ما اون داده رو با کد دسترسیش میشناسیم. تقریبا مثل پلاک یک خونه میمونه دیگه که در واقع نشون دهنده مشخصات اون خونه است. این کد دسترسی هم در واقع مثل همون پلاکه میمونه که شما بایستی اون کد دسترسی رو همیشه داشته باشید. حالا پایین تر اگر برید معمولا یه سری اطلاعات دیگه در ارتباط با اون داده هستش. مثلا اینجا سالی هست که اون داده در داخل دیتابیس قرار داده شده، سال 2021 هست، حالا به نسبت هم داده جدیدی هستش. بعد یه تایتل یا عنوان داره اون داده که مثلا گفته که این داده اومده ارزیابی کرده پروفایل بیانی سرطان معده رو در different fructosis related score. اومده سرطان معده رو تو یک حالا فروپتوزیس، شاید دانشجوهایی که تو مقاطع ارشد باشن یا دکترات حالا بچهای سلولی بدونن. فروپتوزیس یک مرگ سلولی هست، مثل آپوپتوز یک مرگ سلولی حالا وابسته به یون آهن هست. حالا یک وضعیت سلولی خاص هست که مثلا توی این مطالعه اومدن گاستریک کنسر یا سرطان معده رو تو این بحث مرگ سلولی خاص اومدن بررسی کردن. حالا ما اصلا کاری هم نداریم به تایتلش، فقط خواستم بدونید که اون تایتل در واقع عنوانی هست که برای اون دیتا معمولا توی دیتابیس قرار دادن و شما مثلا نیازی نیست کاری داشته باشید برای این بس. فقط نکته‌ای که حالا در رابطه با داده‌های مختلف مهم هست، دو تا قسمته که خیلی مهمه. یکی قسمت سامری هست، یکی هم قسمت اوورال دیزاین. قسمت سامری یا حالا فارسیش میشه خلاصه، در واقع کاری که توی این مطالعه انجام شده رو به صورت خیلی خلاصه در واقع میان شرح میدن که ما چی کار کردیم. که مثلا اینجا گفته که حالا یه توضیح اولیه داده، گفته سرطان معده به عنوان مهمترین عامل مرگ و میر هست تو سرتاسر جهان و ما اومدیم پروفایل ترانسکریپتوم یا هم پروفایل بیانی سرطان معده رو توی همون different fructosis related score یا همون مرگ سلولی فروپتوزیس بررسی کردیم تا بیایم اون ژن‌های کلیدی رو شناسایی بکنیم. یکی این هست که تو قسمت سامری بفهمید که توی این در واقع دیتا اصلا هدف کارشون چی بوده، یعنی اصلا مشابه هدف کار شما هست، یعنی این داده به درد کار شما میخوره یا نه. و دومین قسمت هم قسمت اوورال دیزاین هست که بدونید که این داده اصلا چند تا سمپل داره، یعنی چند تا نمونه داره و گروه بندی هاتون به چه شکل هستش. این هم خیلی مهمه که اصلا بدونید که این داده مثلا 10 تا سمپل داره، 100 تا سمپل داره
400 تا سمپل داره، چقدر سمپل داره. تو قسمت اوورال دیزاین مثلا اینجا نوشته که 461 تا سمپل داره که حالا اینجا عددشو ننوشته ولی جمع بزنید 231 و 230 میشه 461. نوشته که 461 سمپل داره که 231 سمپل در واقع سرطانی هست یا توموری هست و 230 تا هم سمپل چیه؟ افراد سالم هست، نرمال هستش. یعنی چی؟ یعنی 461 تا سمپل داره که 231 سمپل یا نمونه افراد توموری یا سرطانی هستش، 230 تا هم افراد نرمال هستش. اگر این خیلی نکته مهمی است که حتما بدونید دادتون چند تا سمپل داره، چون هر چقدر علالقاعده تعداد سمپل بالاتر باشه اون داده از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار هستش. حالا این یه نکته دیگه هست که بایستی حتما بدونید. پس همیشه از قسمت اول بیایید سامری و اوورال دیزاین رو چک بکنید که اصلا بفهمید این داده چی کار کرده، چند تا سمپل داره، گروه بندیتون به چه شکل هستش. این قسمت تایتل و قسمت های دیگه خیلی اهمیت خاصی ندارن، فقط برای اینکه بدونید این دوتا چی هستن. کانتریبیوتر، حالا اینجا یه فرد چینی هست که حالا به نام ژووای حالا نوشته اگر درست تلفظ کرده باشم، فردی هست که این داده رو در واقع در داخل این دیتابیس سابمیت کرده، یعنی قرار داده، کانتریبیوتر این داده هستش. سایتیشن هم در واقع اون مقالاتی هستند که اومدن از این داده خاص استفاده کردن و به چاپ رسیدن. یعنی مثلا اینجا 1 و 2 و 3 و 4 تا مقاله از این داده استفاده کردن و در واقع اومدن از این داده استفاده مجدد کردن و به چاپ رسیدن. اگر روش کلیک بکنید هم مستقیما وارد اون مقاله میشید. حالا این مقاله هست که تو ژورنال فرانچیر سل دیولپمنت بیولوژی در سال 2022 چاپ شده. عنوانش هم که اینجا مشخص هست، بررسی تومور پیوریتی در گاستریک کنسر، و حالا مقالهش هم کاملا مشخص هست و میتونید مقالاتی که حالا استناد کردن به این دیتا و در واقع استفاده کردن به عبارت بهتر از این دیتا رو بیایید ببینید که این چه مقالاتی از این داده چاپ شده. حالا ممکنه از یک دیتا چند تا مقاله چاپ شده باشد، ممکنه هیچ مقاله‌ای هم چاپ نشده باشه، این حالا اهمیت خیلی خاصی نداره. این نکته بعد و یه نکته حالا باز میانبر و یک نکته کنکوری دیگه حالا بهتون بخوام بگم این هست که گاهن توی بعضی از داده ها اطلاعات در واقع سامری و اوورال دیزاین وجود نداره. یعنی حالا اون فردی که این داده رو سابمیت کرده حالا به هر دلیلی ممکنه اطلاعاتی در رابطه با اون دیتا قرار نداده باشه. حالا ما چطوری بفهمیم اطلاعات اون داده چی هستش؟ این قسمت یک گزینه‌ای هست به نام Analyze with Geo2R. اول فقط من یه توضیح بدم. ما برای آنالیز داده های RNA-seq و حالا داده های میکروارری کلا نرم افزارهای زیادی داریم برای آنالیزش. یک سری از این نرم افزارها از زبانهای برنامه‌نویسی مثل پایتون یا آر استفاده میکنن. یعنی شما باید این داده ها رو به صورت دستی دانلود بکنید و بعد مثلا ببرید توی نرم افزارهای خارج از این دیتابیس، حالا با کد نویسی اگر کد نویسی آشنا باشید ببرید داخل پایتون، ببرید داخل آر، یا مثلا یه سری نرم افزارهای تحت وب هست که باید اونا رو مثلا دانلود بکنید. اونا حالا کلا فرایندش متفاوت هست و حالا بستگی داره به اون میزان در واقع دانش برنامه‌نویسی و بیوانفورماتیکی که شما باش آشنا هستید. ولی اگر کلا شما دانش برنامه‌نویسی ندارید و به اصطلاح در ابتدای کارتون هستید و حتی البته شاید هم دانش برنامه‌نویسی دارید و حالا نمیخواید کلا این داده رو خارج از این پایگاه داده آنالیز بکنید، یک نرم افزاری در داخل همین پایگاه داده GEO خودش وجود داره به نام Geo2R. این یک نرم افزار هست که به صورت آنلاین
شما بدون نیاز به کد نویسی و بدون نیاز به این که اصلا هیچ کاری انجام بدید داده رو دانلود بکنید یا اصلا کلا هیچ پردازشی روی داده انجام بدید، با این در واقع نرم افزار جو2r میتونید به راحتی داده های RNA-seq و داده های میکروارری رو در واقع آنالیز بکنید. یعنی یک قابلیتی رو این پایگاه داده، در اختیارتون قرار داده که بدون دانش برنامه‌نویسی میتونید این در واقع داده رو آنالیز بکنید و براتون یه پوان مثبت در واقع هستش. من این آنالیز در واقع جو2r رو توی جلسه آینده انشالله خدمتتون توضیح میدم. فقط یه نکته‌ای که قبلتر از این خدمتتون گفتم که یه زمانی اطلاعات مربوط به این داده تو قسمت سامری اوورال دیزاین وجود نداره، مثلا ننوشته که اینجا چند تا سمپل هستش. شما برای اینکه حالا یه نکته میانبر هستش رو گزینه آنالایز ویت جو2r رو بزنید، فرقی هم نداره چه داده میکروارری بود چه داده RNA-seq بود، روش بزنید. اینجا در واقع اطلاعات سمپل ها توش نمایش داده میشه. یعنی یه قسمت هست که اینجا نوشته مثلا n تا سمپل دارید، اینجا نوشته 461 تا سمپل داریم که در واقع اولا تعداد سمپلاتون مشخص میشه، دوما اینکه مشخص میشه که مثلا از این 461 سمپل چه تعدادیش در واقع مثلا سمپلای افراد سالم هست، چه تعدادش افراد توموری هستش. تو این قسمت مثلا تیشو تایپ اگر مثلا روش یه بار کلیک بکنید مرتب میکنه این قسمت، به این میگن اروکی، حالا اصطلاح علمیش. اگر مثلا روی این کلیک بکنید الان سمپلاتون مشخص میشه، مثلا اینجا 461 تا سمپل، بیایید پایین یه تعدادش گاستریک تومور یا همون سمپلای توموری هست، یه تعدادش هم نورمال در واقع تیشو هستش دیگه. یعنی یه زمانی اگر اطلاعات اون دادهتون موجود نبود بیایید داخل این جو2r و اطلاعات اولیه سمپل ها رو ببینید. مثلا حالا اینجا علاوه بر اون اطلاعات کلی سری اطلاعات دیگه هم هست، مثلا جنسیت اون افراد مشخص هست، تومور استیج مشخص هست و حالا ممکنه تو بعضی از داده ها یه سری اطلاعات کمتر باشه یه سری اطلاعات بیشتر. ولی اگر در کل به طور کلی تو این قسمت اول شما تعداد سمپل و اطلاعات اولیه داده‌تون موجود نبود، بیایید داخل آنالایز ویت جو2r و در واقع اطلاعات اولیه سمپلتون رو ببینید. حالا یه نکته دیگه هم که من عرض کردم، گفتم یه زمانی شما اصلا نمیخواید با جو2r کارتون رو آنالیز بکنید، مثلا برنامه‌نویس حرفه‌ای هستید، حالا از رشته‌های دیگه هست کامپیوتر مثلا خوب بلدید، میخواید داده‌تون رو دانلود بکنید ببرید داخل یه نرم افزار دیگه آنالیز بکنید. اینجا قسمت دانلود RNA-seq اکانت اگر روش کلیک بکنید میتونید اون داده های خودتون رو هم به صورت دستی آنالیز بکنید. ولی فقط نکته که مهم هست این هست که این مخصوص افرادیه که میخوان این دانش برنامه‌نویسی دارن و میخوان این داده ها رو ببرن خارج از این نرم افزار در واقع آنالیز بکند. ولی کسی که بخواد داخل همین پایگاه داده جو در واقع آنالیز بکنه اصلا نیازی به دانلود نداره، اصلا اهمیتی هم نداره. فقط یه نکته‌ای بود برای این افرادی که حالا میخوان خارج از این نرم افزار این کار رو دانلود بکنه. دو قسمت داره، یک قسمت سابمیتر دیتا که اصلا کاری به اون نداشته باشید، یه قسمت هم قسمت NCBI Generated Data. تو این قسمت 3 تا قسمت هست، یکی نوشته Series RNA-seq Row Count Matrix، اون داده های خام در واقع RNA-seq هست که از دستگاه توالیابی بیرون اومده و هیچ نورمالیزیشن و هیچ نورمال سازی در واقع روش انجام نشده. اگر شما بخواید داده خام رو دانلود بکنید این گزینه رو میزنید، روش میزنید و داده خام دانلود میشه. اگر شما بخواید داده نورمال شده رو دانلود بکنید میتونید از این قسمت نورمالایز دیتا در واقع سریز RNA-seq نورمالایز دیتا
دادتون رو دانلود بکنید که حالا معمولا به دو شکل هستش. یکی به روش در واقع FPKM هست، یکی به روش TPM. FPKM و TPM در واقع دو تا روش نرمال سازی داده‌های RNA-seq هست. اصلا ما کاری نداریم با این مسائل. این مسائل حالا پیشرفته‌ای هست که شاید حالا توی جلسات آینده یه توضیحاتی راجبش بدم. ولی اگر شما زمانی خواستید داده‌های در واقع نرمال رو دانلود بکنید، از این قسمت هستش میتونید دانلود بکنید. و گزینه سوم که نوشته جین انوتیشن تیبل، در واقع این یک فایلی بهتون میده که اطلاعات ژن ها هست. مثلا شما با استفاده از تکنیک RNA-seq اومدید بالفرض میگم 20,000 تا ژن رو بیانش رو اندازه گیری کردید. این اطلاعات اون ژن ها هستش، مثلا جین سیمبولش هست، آیدی اون ژن هستش، اسم کامل اون ژن هستش. به صورت کلی اطلاعات کلی اون ژن هایی که بررسی شدن تو این فایل Human Gene Annotation Table در واقع وجود داره. ولی بازم عرض کردم این برای زمانی هست که شما در واقع برنامه نویس باشید و بخواید این داده رو خارج از در واقع این وبسایت جئو بخواید به صورت دستی اون رو آنالیز بکنید، یعنی مورد نیاز شما نمیشه. این فقط نکته‌ای بود که برای اون دوستانی که خواستن داده ها رو ببرن توی جای دیگه آنالیز بکنن به درد اونا میخوره. ما دادهمون رو با استفاده از نرم افزار GeoToR آنالیز میکنیم که در واقع داده یک نرم افزار آنلاین هست. شما نیاز به دانلود کردن ندارید، نیاز به کد نویسی ندارید و خیلی راحت اون رو در واقع اون دادهتون رو آنالیز میکنید. من فقط براتون یه داده RNA-seq رو باز کردم که ببینید که اصلا داخلش چی هستش و چه اطلاعاتی میتونید از اون استخراج بکنید. از این حالا 392 تا داده شما میتونید تک به تک داده ها رو باز بکنید و حالا اطلاعات مختلفشون رو در بیارید. اون دیگه حالا وابسته هست به هدف مطالعه‌ای که شما دارید. من حالا برای جلسه اول فکر میکنم این آموزش کفایت بکنه. من در رابطه با پایگاه داده جئو و نحوه سرچ و نحوه در واقع استخراج داده ها خدمتتون یک آموزش اولیه دادم که شما باید چطوری این سرچ رو انجام بدید و در واقع چی کار باید بکنید. در جلسه آینده انشاءالله نحوه آنالیز اون داده رو با استفاده از نرم افزار GeoToR بهتون آموزش میدم و شما میتونید خیلی راحت داده های RNA-seq رو حالا و یا حالا داده های میکرواره‌تون رو، هر دوتا قابلیت آنالیز با GeoToR رو داره، به راحتی آنالیز بکنید و اون خروجی که حالا مد نظر شما هست رو به دست بیارید. پس جلسه آینده در رابطه با GeoToR صحبت میکنیم و آنالیز در واقع داده ها رو جلو میبریم. امیدوارم که سلامت و موفق باشید.